فوتبالباز جوان توجیک اوزودبک پنجیف در صدد گرفتن روادید سفر به اروپا است. او به دسته فوئنلابردا اشتراک امنوم در کنار شهر مادرید پایتخت اسپانیا دعوت برای امضای قرارداد گرفته است. این دسته در لیگ دوم ملی فوتبال اسپانیا بازی میکند. کانال سپورت دیجی در اینستاگرام خبر داد که اوزودبک پنجیف که میبایست سنه یکم فوریه تا یکم مارس از سنجش دسته فوئنلابردا اسپانیا میگذشت تا حال روادیدش را به دست نیاورده است. میخواهیم که هرچه زودتر حجتهایش را تهیه نماید و به اروپا سفر کند، چون این شانس نه به هر کس میسر می شود. فوئنلابردا بازیهایش را در ورزشگاه به نام فرناندو تورس دایر می کند. این ورزشگاه گنجایشش تا 7500 تماشابین به شرف فوتبالباز مشهور اسپانی زاده فوئنلابردا چنین نام گرفته است. اوزودبک پنجیف که فعلا در دسته لگاماتیف پامیر دوشنبه بازی می کند، از اعضای تیم ملی نورسان تاجیکستان است که سال 2018 در چمپیونات آسیا جای دوم را به دست آوردند. همان وقت می گفتند که بازیگران این تیم نورسان آنقدر پر استعدادند که در آینده به تیم‌های معروف خارجی دعوت خواهند شد. در صورت درست شدن اسنادش و پیوستن به صف فوئنلابردا، اوزودبک پنجیف علاقه دومین فوتبالباز تاجیک خواهد شد که در لیگ دوم فوتبال اسپانیا بازی خواهد کرد. در بهار سال 2021 امدانی کمالوف با دسته رایو مخداوندا قرار داد است. مخداوندا نیز شهرکی است که در کنار مادرید و دسته این شهر نیز در لیگ دوم ملی فوتبال اسپانیا بازی میکند. همدانی کمالوف نیز یکی از اعضای همان تیم شورتیار نورسان تاجیکستان بود که سال 2018 در چمپیونات آسیا جای دوم گرفت.